شب قدر شب انسان کامل است. در شب قدر قرآن نازل شد و پیغمبر هر سال شب قدر داشته و هر امامی هر سال شب قدر دارد و هیچ وقت زمین از انسان کامل خالی نیست و به همین دلیل هیچ وقت سال از شب قدر خالی نیست. شب قدر شبی است که میان زمین و آسمان، میان ملک و ملکوت یک ارتباطی برقرار می شود و یکی می شود. درهای آسمان ها به روی زمین باز می شود. طبیعت و ماوراء طبیعت در اون وقت یکی می شود از راه وجود امام. در وجود امام که هم وجود مادی و ملکی دارد و هم وجود ملکوتی و ماورایی دارد.